سیدنا علی مرتضی جمله قشنگی داره، میگه عرفت الله به فسق العظائم. خدا رو چطور شناختی؟ حضرت علی کرم الله وجهه گفت من خدا رو با شکست اراده هام شناختم. اراده کردم چنین میکنم، اسباب رو در همون جهت، تدبیر رو در همون جهت، تلاش در همون جهت. آخرین لحظه دیدم اونی که میخواستم نشد. بعد فهمیدم که من نیستم، کسی دیگه است. وگرنه همه اسباب درست بود، همه تدبیرها در همون جهت بود، همه تلاشها در همون جهت بود. آخر الامر اونی که من میخواستم نشد، یه چیز دیگه شد. خدا رو چطور شناختی؟ گفت به فسخ العزائم. خدا رو شناختم با دگرگون شدن اراده ها. از اراده من نشد، از خواست من نشد، از تدبیر من نشد. بارها تجربه کردم، از تلاش من نشد. بعد فهمیدم یکی دیگه تو این کائناته که از اراده او میشه.